حکمت سیوم. اول فقه آموز. نفر نزد حضرت علی آمد و پرسید: یا امیرالمؤمنین، من تجارت کردن می خواهم، چیکار کردنم را توصیه می دهید؟ حضرت علی فرمود: اول فقه بیاموز. فقه پیش از تجارت می آید، زیرا اگر پیش از آموزش فقه کار تجارتی کنی از ربا و حرام نجات نمیابی. شرح: علم در همه گونه کار فیض و برکت خود را می‌گذارد و از گناه دور می‌سازد. این است که طلب علم فرض است و فقه فعالیت کاری خویش را دانستن حتمی است، تا اینکه در چهارچوب حلال پای را نگاه داشتن نادانسته به گناه غوطه نگردیم. هر ذره از گناه راه را به جهنم نزدیک می سازد و هر قدم خیر باشد راه را به جنت نزدیک می کند.